جونن استاد یه 10 سالی بود اینجوری رو زمین نخوابیده بودم. حال میده. هیچی بهتر از روز زمین خوابیدن کیف نمیده. عمو جات راحته؟ ولش خواب جز تو بهش بگو جعفر. کجا میکنی شما؟ نه پرویز خسته میخواد بخوابه. نه من 2 سوال کوچیک دارم. دایی بچه نشستی. بچه برداره. شده بابا چه خبر؟ اسکیوز می جفر. چیه؟ من یه سوال کوچیک داشتم. می‌خواستم ببینم که جلیل و جلال همون جولیت و جولز اونا چیکار میکنن؟ چه بدونم اونا به اون چیزی که لیاقتشو داشتن رسیدن. رسیدن دیگه. لیاقت ببین لیاقت. بخواب منم بخواب. تو کجا میاد؟ اما پرویز خسته میخواد بخوابه. یه سوالی از سرشم نمیذاره من بخوام. اما جولز و جولیت اونجا چی کارن؟ میخوام ببینم راحت کار پیدا کردن. در واقع اونجا هم مشکلات مصاحبه و در واقع این قضایای پارتی بازی و این چیزا وجود داره. یعنی مصاحبه بابا جون اونجا هم سختی‌های خودشو داره. داره پس. آره به همین راحتی ها که نیستش که کلی زحمت کشیدن درس خوندن منتظر شدن کار پیدا کردن هم دارن زندگی راحتی میکنن. عجب رسمیه. تو ناراحت نشو. رسم زمانه. نه ناراحت نیستم. میخوای یه پراید برات بخرم بندازی تو یکی از این آژانس‌ها کار کنی؟ با من فوق لیسانسم. من ریاضی تدریس میکردم به جولز و جولیت. تو ریاضی تدریس میکردی؟ بله. حالا تو تدریس میکردی الان بیا ببین چه دبدبه کبکبه‌ای به هم زدن. الان اونا میان به زبان تدریس میکنن. رسمی. خیلی خوب حالا ما بخوابیم؟ بفرمایید. نه من کاری ندارم. اما ببخشید برج پیزا این سوال دومه رو به جلو خمه رو به عقب بستگی داره کدوم ورش وایساده باشی. چیزی معمولی. کجا؟ بنده خدا میخواد بخوابه. من یه سوال خیلی کوچیک دارم بعد میخوابم. الان عمو ببخشید الان جلال و جلیل یا همون جولز و جولی الان چقدر حقوق میگیرن؟ حقوقشون چقدره؟ ماهی 12,000 تا دارن حقوق میگیرن. 12,000 تومان؟ بله، 12,000 تومان که پول یه ساعت کار منه که یه ساعت کار این تا رو با تومن اشتباه گرفته. پسر جان 12,000 یورو. یورو چنده؟ 420 تومن امروز بود. 420 تومن 10 میلیون ماهی میگیرن؟ بعد ماهیانه. بلند شو بیا ببین این دوتا جوون چه کبکب دبدبه‌ای به هم زدن. پاپا کوزی ناندوسو کور میره. دپرته؟ میره. دپوزیت میره؟ میره. وای دپوزیت میره. اون تکرار کرد اما یعنی چی؟ آقا جان راست میگه با این وضع من که نمیتونم بگیرم بخوابم که. هیجان انگیز نه. یاد ببینم. آقا سوال میشم سوال کنم. میره. صدا میره. شب بخیر. بچه رو کشتن. یکی چرا خاموش کنه. وای خوب شدم. ای وای چی شد نسرت جون؟ چیه نسرت خانم جون؟ آب میخوای برات بیارم؟ قلنج کردی ها؟ قلنج؟ آره؟ این چه چیزایی میگی؟ یعنی تو ایتالیا اصلا مفهوم داره قلنج؟ بابا چی شده؟ چیه؟ بابا جیر تق کلافم کرده. شرمنده دیگه این از رده خارج شده کشتم گوشه انباره دیگه. بگم منصور به روغن کاریش کنه؟ بابا نه بابا ببخشید دیگه نسرت جون ما کلا رو زمین میخوابیم دیگه. ببخشید شما عادت کرده من از اول عادت نداشتم همش رو تق خوابیدم. چقدر به این پرویز گفتم پرویز بابا شب بریم هتل بخوابیم. آخه نمیدونم چرا مزاحم شما شد اعصاب منم خورد کرد. شرمندگیشمون واسه من ببخشید تو رو خدا. نسرت جون میگم اون برای آب اون برای آب میشه زندگی متحلی از صفر شروع کرد دیگه. من آقا فرشاد دوتایی میشه؟ آره
وای انسی خیلی دخترت پرروه. فکر کرده ایتالیا خونه خاله اقدسه؟ نه بابا اونجا زندگی کردن انقدر سخته. ما هم که میبینی دیگه عادت کردیم، یعنی آپ تو دیت شدیم اونجا. وا آپ تو دیت. خب حالا هر چی که تو میگی. حالا اینا همه به کنار، اینا رو ول کنیم. پسرات اونجا چی کار میکنن؟ اونا رو چرا نیاوردی؟ چی بود اسم فرنگیشون؟ جوجو بود، چیکو بود، چی بود؟ جینا و جولی. همین جلال خودمون. یعنی چی دیگه انسی جان؟ آدم هر کشوری میره باید طبق اون دیدی کشور مامان، اسم بچه‌هاشو بذاره، یعنی خودشو وقف بده با اون کشور. تازه اسم پرویزم من میخواستم مثلا بذارم برام چیچو فرانکو. چیچو فرانکو؟ آره. آخه نه خودش قبول نکرد، گفت من ایرانی ام، باید اسمم ایرانی باشه. پرویز ویز 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 یعنی چی؟ ویز ویز هم شد اسم میگه دیگه، باید عوض کرد دیگه. وقت اسم خودتو چی گذاشتی نزد جون؟ ای بابا من چقدر ایمیل براتون دادم اسممو زیرش نوشتم. چی؟ آنجیلا جولی. چی؟ وا آنجلینا جولی. مادر آشناستا. مامان به جون خودم اسم هنرپیشه است. میدونم، همون که فیلمش آوردی اینطوریه. یعنی چی؟ یعنی من اون شکلی ام؟ هنرپیشه است نزد خانم جون. نه سرچو شما که خیلی خوشگل تری میدونی، ولی اسم و فامیل یه هنرپیشه است. آره. اون خیلی غلط کرده که اسم منو برداشته. یعنی چه؟ من میرم از این زن شکایت میکنم. اون برداشته؟ بله اسم منو برداشته. چه معنی داره؟ برداشته. به هر حال من نمیدونم. بونا نوته. یعنی چی؟ وای چقدر شما نفهمید. یعنی شب بخیر. سلام بر قاجار الکل دله. با نصرت چطوری؟ چه عجب این طرفا؟ فرمایش؟ ببین مسعود محمود ظرفو بده بهش. چشم قاجار جون تازه‌شم میدم. 2 دست کله پاچه کامل سفارشی بریز اون تو که یه مهمون از خارج دارم که خودش یه پا کله پاچه شناسه. آقا پرویز خودمونه دیگه. از حالا که فهمیدی پرویز خان اومده از اون تر و تازه هاش بذار. فرما. نه ببین اینو بذار. این یکی رو بهش میدم. کلک میای یا قاجار، بچگیات هم کلک بودی. این خوبه. این یه دست کامل. فقط قاجار یه دست از اون کامل صادراتیاش دیگه. بذار دیگه. فقط یه لطفی بکن یه جفت چش اضافه هم بذار. حالا زاغ و عسلیش هم فرقی نداره. چشم هم یه دونه زاغشو میزنن یه دونه هم عسلی. خوبه؟ نه تو که کله پاچه دوست نداشتی دنبال من راه افتادی. خب من چش خیلی دوست دارم. آقا نصرت یه دست سیرابی هم برات ببرم. چی گفتی؟ اگه یه دفعه دیگه اسم زهرمار رو بیاری میگیرم اون سیبیلات دود میدم از خاجاری میندازم تا. اما تو مگه نمیدونی بابای من سیرابی برش میگه سیرابی میکنی؟ چرا میزنی؟ برو گم شو. برو سیرابی. اینم یکی دیگه. 3 دفعه دیگه بگی 3 دفعه میزنم. برو بینم. عجب کله پاچه. دست درد نکنه نصرت جان، دست درد. البته من شهروندی سفره و شما هستم که نشستم وقتی که دیسک عمل کردم دیگه اینجوری نشستم واسم. در حال دست درد نکنه. کله پاچه چی شده؟ چی شد؟ آخه کله پاچم غذا صبح بخور آدم. ما صبح اونجا خرچنگ میخوریم، خاویار میخوریم. حالا اینکه چیزی نیستش که ما موقعی که تو تایلند بودیم صبح همه صبحای زود هرچی دوست داشتن میخوردن. بله میگم که شاید نهزت خانم از کله پاچه یه خاطر بدی دارن نمیخورن اینا. آره نزد جون. نسد اون ور که هست صبونش چه میدونم سوسیس توست شده، خاویار، یه لیوان آب پرتقال و پنیر کپک زده. این صبونشه. انسی بلند شه هر چی دوست دارن درست کن ورده بیاد تو صبح. چرا زودتر نگفتی؟ درست فقط شرمنده سوسیس نداریم. تخم مرغ بزنم؟ یه مقدار پنیر کپک زده باشه و خاویار باشه کافیه. خاویار چیه؟ همون اشپل ماهی رو میگن خاویار؟ مامان جان اشپل. یا بل یا بل. اشکل نداره، اشپل باشه اشپل باشه. همون دیگه اونم آخه نداریم. پنیرمونم که نداره، کپک نزده دیگه. بعد چی بیارم من؟ خب حالا فعلا کله پاچه رو بخورین، بعدا نسد یه چیزی میخوره. اینجوری که بده که آخه اینطوری زنمو نمیشه. میخوای جوزفرم بیدار کنی بیاد بخوره؟ آره راست میگه. آره بریم جوزف
رو بیاری؟ نه اصلا تنظیم خوابش به هم میخوره. اون تا ساعت 11-12 خواب اونم لب اقیانوس. کاپیتو آقا ول میکن نوسر جان این کله رو در بیار بخور. آخه راست بگی. این شد درست. بکش نمیرسیم تو لب. یا پرویز جون آخ کفش ببخشید بیا که محله سابق تو میخوام نشونت بدم. نصر خان نونوایی میری؟ بله نونوایی میریم. میخوام بعد از 10-12 سال پرویز جون رو ببرم نونوایی رو نشونش. آفرین به یاد آوردن سنت ها بعد از چندین سال امریست نیکو و پسندیده. حالا بگذریم از این حرفا. قربون سر راه ما هم تا بازار ببر. بازار کجاش سر راه مرد حسابی؟ ما این بریم بازار اون بره. تازه بازار تو طرحه. ببین حالا با مترو بریم. میگم نصرت جان غلامم با ما بیاد ما که رسیدیم نونوایی ماشینو برده بره. الو را قربون اون الورای با معرفتت برم. درست میگه. بازار تو طرحه قربونت برم. الان که گفتم ماشین اونجا بذاری با جلیستقی بردن. پرویز در 12 سال نبوده. تو که اینجا بودی به قانونا اینجا وارد نیست. من نبودم بنده 6 سال نه 6 ماه در خارج از کشور در کشور تایلند اونجا من بودم. هایگاه آکساری تو چاری اونجا بلال میخوردی میدونم. لهجه‌مو نگاه کن. حالا اینجا اینجوری صحبت میکنی. بلال میخوردی اونجا. بهونه میاری. میخوای نبری منو. اگه میخواستی ببری اینجوری بحث خارج رو نمیکشیدی وسط. خود من فرنگی هستم ولی تو دامادی. مامی میا تابونه نصرت جون داری چی کار میکنی؟ بی‌مزه بود حالم به هم خورد. نصرت جون یعنی چی؟ اسم من چی بود؟ آنجلینا جولی. خب پس چرا میگی نهزت جون؟ یعنی چی؟ میخواستم یه تست بزنم ببینم چیه. خوشمزه نیست. دیدم خیلی مزخرفه. چیه اینقدر چرب و چلیه؟ شما که سر سفره میگفتی پیف پیف اه بو میده. خب الانم دارم میگم الان دیدی که ملاقه رو انداختم توش بس که حالم به هم خورد. چرب چه خبره بابا؟ اصلا اینا کلسترول خالیه. من لب نخواهم زد. فقط شما لطف کن. اصلا انگار گوسفنده رو خوردم. یعنی درسته تو دهنم طعم گوسفنده. بله. شما یه لطفی بکن بگین برای من اینقدر خاویار بیارن منو بس. وایس عجب تیپی داری شما. درست نزدیک بخورم زمین. من همچین تیپی رو فقط تو تایلند دیده بودم. با این ماشینا نشسته بودم با این موتورا خیلی باحال. آقا مسیرت میخوره قربون تا اینجا ما رو ببری. من مسابقه داره عشق کردم ببرمت. مسابقه معلومه قربون تو برم زنده باشی. عجب دماغی هم تو داری. ببین چقدر میگیری آخرش؟ عشقی برام بریم. جدی میگی؟ جون من جون غلام میگم میبرم یه سفر تایلند اونجا با هم دیگه جنس بیاریم چت بازی بهش میگن. خودم میبرم تو این جا نمیشه تو آب. ای بابا بریم با هم بریم. وایسا خیلی بی معرفتن نامردا بدونی که منو سوار کنن. چی بیا عقب بابا بیا کار داریم ما دیدم. وایسا شما کجا بودین؟ فامیلن دیگه. من دارم با اونو نرم ناراحت میشن این تم بمیره. بعدا شماره‌تو بده به بچه‌ها خونمون اینجاست. بیا با هم میریم باشه؟ آره قربون تو برم. آقا بریم. ببخشید میام خدمتتون. بریم آقا. سوار شو. بشین سوار شو بریم. تو کجا بخوای بریم؟ میریم دیگه. مگه جا داریم که بخوای بریم؟ آره داریم. واسه الان برمیگردم. برو داریم. بیا آقا. وایسا. کجا میری؟ وایسا. جا نداریم. وایسا.
کنه قهرمان، خوش آمدی به ایران. ابراهیم به دست ببینم از چشم من لعنت. پرویز خان قهرمان، خوش آمدی به ایران. سلامات. بفرمایید دوستان، لطفا زیاد ازدحام نکنید. آقا پرویز هستید؟ نصرت، خدا رحمت کنه حاجی رو. بابا تو میگم برای اولین بار اون بود که پارو داد دستم. خدا بیامرزتش. یادت میاد اون روزایی که بازیگوشی میکردی عصبانی میشد با پار دنبالت میگشت، یه دفعه 6 ساعت غیبت زد. کجا رفته بودی؟ در رفته بودم دیگه. بعضی وقتا میرفتم از این سوراخه بالا پشتمون داد میزدم، دوباره در میرفتم. چقدر اذیتش کردیم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. دارم بیامرزه. چطور پرویز؟ ببین دست بهش ندادم، این همون سابقه. امانتدار خوبی هم نه؟ میدونی الان که نگاه میکنم ببینم اینجا چقدر کوچیکه. نه کوچیک نیست، برای یه سنگک خوبه بسته. و با تو رفتی اونجا بزرگ شدی، گنده شدی، اونجا رو کوچیک میبینی. نه ما هنوزم کوچیک شما هستیم. نصرت شنیدم تو ایران یه نونوایی‌هایی زدن که تو سنگکی، بربری، لواشی، تافتون، باگه، چه اونها حتی پیراشکی هم میزنن. راسته؟ من ندیدم ولی شنیدم. اینا رو محمود خوب بدن. محمود بله بله. ببین عمو پرویز چی میگم؟ اینایی که گفتم راسته؟ بله بله بله، الان داشتم میشنم. اینا از این نونوایی‌های چند نونه است. متوجه هستین؟ ولی خب اینجا خیلی کوچیکه، به درد اونجا اصلا نمیخورم. نه خب ما که نمیخوایم همون کارو بکنیم. اگه بخوایم همون کارو بکنیم خب مغازه بغلی رو می‌خریم می‌زنیم تنگش. راست میگه واقعا. وای خیلی خوب گفت نصرت، خیلی خوب میشه. منم میام شریکی میشم، یه دفعه همگی با هم یه نونوایی توپ مشتی را میندازیم، چند تا تنور بغل هم. خوبه؟ راست میگی؟ آره. ببین عباس، من یه شریک دارم، پرویزه. سهمم هم نمیفروشم، خیالتم راحت بشه. میگم پرویز خوش دارم یه حرکت زیبا خوب انجام بدی. چی؟ تنور امروزمونو تو باید بهش رونق بدی. بابا کار هر روز خودت بوده. خودت نه بیشه. بچه‌ها بیاد، بچه‌ها بیاد. ای بابا میشه حاضر میشدیم پرویز خان. بچه‌ها هم داشتم حاضر میشدیم. امروز باید پرویز خان روشن کنه. آقا بله تموم شد رفت. خیلی خوب. برو دیگه عمو. خیلی خوب. مثل همیشه. آره مثل همیشه. یه صلوات بفرست. الو منصور، یه دقیقه بیرون کارت دارم. یه دقیقه بیرون بهت میگم کارت دارم. من جلو نونوایی‌ام. چرا اینقدر دروغ میگی؟ همین الان دیدم دست تو خمیر نیست. بی بیرون. بله. ولش کن بابا، دیوونه است. بگو. چی بابا؟ خواستم بگم مامانه امشب اینا چقدر خوشگله. از اون برآوردن سوغاتیه؟ نه بابا خودت برام خریدی. بس سوغاتی‌ها چی شد؟ هیچ با شانس ما چمدونش پیدا نشده هنوز. خب بگو. چی دیگه؟ امشب واسه شام میخوام پرویز خاینا رو دعوت کنم. امشب؟ آره دیگه امشب. کی؟ ما؟ منصور یه نقیه بابات کارت داره. برو من الان میام. نگین خانم ببخشید اگه شما همیشه برین دیگه وقت منصور اخراج میشه. وای یادش بخیر. چقدر این دو قلوها قشنگن. ببین تو منصورین دیگه، درسته؟ بله بله. یادت میاد چیچو فرانکو عکستون رو گرفت؟ چیچو؟ آها عمو پرویز. آره یادمه. ولی که الان زیش شد اینا. آخه این که این مسعوده نسا جون. مسعود. یعنی چی؟ اسم من چی بود؟ جولی جون. ببخشید.
خب از من چی عکس نداری؟ چرا این تولده؟ وای 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 ببین چقدر جوون به نظر میرسی، میبینی؟ یعنی چی؟ یعنی الان پیرم؟ ماما سی mangiare cosa ce leviamo per peranco. Non lo sé lo tesoro. چی گفتین به هم؟ جوزپه میگه من گرسنمه. آخه گشنته؟ ماما چیه ماما؟ اسمش چی بود؟ چند بار بگم جوزپه جوزپه گشنشه، ناهار میخواد. آره جوزه جان، ماشاءالله ماشاءالله. همین الان یه تاقا کله پاچه خوردی گشنته. خب درست میکنم. چی میخوای؟ پاستا. واستا کجا؟ نه پاستا. چی میگه منصور جان؟ مامان همون ماکارونی خودمونه دیگه. ماکارونی. خب درست. انسی جون یه لحظه. میگم شما تو زندگیتون آناناس پیدا میشه؟ آناناس کنسروش دیگه. مامان کمپوت. میدونم این قوطی‌ها دیگه گردن. نه فرش. فرش یعنی تازش. هر چیزی تازش خوبه. اگه تازهشو داری تازه بیار. دیگه رش نداریم دیگه، همین قوطی‌ایشو داریم. چشم ماما. منصوره بیا. الان میام ماما، الان میام. چاره ندارم دیگه انسی جون، هر چی به قوطی موتی. نسا جون میگم که اسم من چی بود؟ جولی جون میگم که تو ایتالیا کار نونفاندازی میگیره، جواب میده کلا. بابا شما خیلی پر روین. مگه من به تو نگفتم ایتالیا خونه خاله نیست؟ بازم میگه ایتالیا نون فانتزی. بابا بچهای خود من پیشنهاد نون فانتزی دادن، 3 روز از خونه بیرونشون کردم. گفتم چی؟ بدین دنبال پزشکی و طب. باز تو میگی نون فانتزی میشه؟ ولی من کن بابا. حوصله‌ای داری یا؟ در ضمن اگرم فکر کردی که من برم اونجا برای شما دعوتنامه بفرستم، بی خیال. منصوره اگه نمیگم بیا. الان میام ماما، الان میام. نسا جون جولی جون ببخشید چی میشه؟ خواهش میکنم برو. نه به ایتالیایی چی میشه؟ سکوزی. نو ماما میسکوزی. خفشو لالمونی. پس جولی جون میسکوزی. چقدر موهاش مثل سیم ظرفشویی کیه؟ ای بابا، من آناناس از کجا گیر بیارم آخه؟ خب بگی نداریم. منم بگم؟ نه مادر نری. پس فردا همه جا چور میندازه میگه یه دونه آناناس تو خونه‌شون پیدا نمیشه. این عادت داره 100 دقیقه بعد آناناس بخوره. چه گیری افتادیم و چیکار بکنم حالا؟ منصوره تصدقت بشم. بپر تا این مغازه 5 سفر یه دونه آناناس بگیر بیار. بودو قربونت برم. مادر من از خونه برم بیرون نمیگی کجا داری میری؟ خب میخوام برم مدرسه، درس دارم. خب مادر من زود برگردم نمیگی کجا بودی؟ خب بگو زنگ تفریح زدم و برگشتم اومدم خونه دیگه. مادر من دانشگاه زنگ تفریح نداره. چونم که از قدیم گفتن هر چیز زشتره بازیش بیشتره. میگم نصرت، از این محمد بونگایی چه خبر؟ محمد بونگایی؟ خب آره. بعد چند سال پیش با یه دوچرخه یه تصادف کرد، خورد زمین جا به جا مرد. خدا بیا مرد. عجب دنیاییه. ببین مغازش هنوز همونجاست؟ آره همونجاست. پسرش مقتا داره اونجا رو الان میچرخونه. من یه توکه پا برم اونجا برگردم. چی کارش داری؟ به کارش دارم دیگه. میخوام منم باید بیام. نه من میرم برمیگردم. بابا من فکر کنم آبپرورش کلی پول مول آورده اینجا میخواد خونمونه بخره. بله تازه ما از اون سال اول با آبپرورش بلند شدیم رفتیم اونورا و الان کلی وضعمون خوب شده بود. تازه قیافمون هم تغییر کرده بود. من انقدر دوست داشتم موام بلوند بود. ابروام آره اتفاقا ابروش پره، موی بلوند چقدر بهش میاد. بابا کلی بچه‌هاش اونجا الان واسه خودشون کسی شدن. نماله. بابا به نظر من آدم یه تیکه نون تو مملکت خودش بخوره خیلی بهتر از اینکه غم غربت بکشه. نماله. تو فلان داغی زنگ گرفتی نمیفهمی. اینم جمعش کن برو اونور وایسا. نماله. اتفاقا منم با نظر مسعود موافقم. اگه میرفتیم خیلی خوب بود. ولی ببخشید هنوزم دیر نشده. میتونی به اتفاق با هم راست میگی هنوزم دیر نشده. دیگه هم خارج الان یه طاق و نصرت زده نشسته
منتظر دیدن قیافه من و ابراهیمه. نگاه کن. چول من اینا رو جمع کن بابا. عجب در نظر بازی ما بیخبران حیرانن. بچه راست بگم. چی میگن؟ بچه راست بگم. منظورش اینه که حق با پسراته. اجازه بده برن. طوری نیست که جلو رشدشونو میگیری. اونا بلند پروازن، دوست دارن اونجا بس خودشون سریع از سر در مورد خودش چی میگی؟ بچه ها راست میگن. بفرما. بچه ها راست میگن، مختصر و مفید. منم اگه جای شما بودم هر چی داشتم نداشته بودم میفروختم و میرفتم. ماشاءالله زرا ماشاءالله آقا پرویز چه رنگولی پیدا کرده. تو هم میخوای بری؟ بس همگی تور بگیریم یه باره که بری دیگه. بفرما بابا، همه دارن میگن عقل آدم باید خوب کار کنه دیگه. تموم شد. مسعود به جای این حرفا کارتو زود انجام بده، باید بری فرودگاه اون چمدونه رو پیدا کنی. خب تموم شد رفت میرم. وای چقدر انگشترتون قشنگه. 500 یورو خریدم. 500 یورو؟ بفرما نسا جولی جون. مامی میا گراسیا. بابا سیا یعنی چی؟ یعنی متشکرم، خیلی عالیه. نوشه جان. برو برم میخوام دراز بکشم. وا خوابیده میخوای آناناس بخوری؟ آره واقعا که نمیفهمید بابا، این یه جور ماسکه. من روزی یک بار این معجون رو تو صورتم میذارم. امروز آناناس، فردا فکر موز و آلوبرا باش، پس فردا شلغم و چغندر و هویج و اسفناج رنده میشه، میذارم صورتم. اینو بگی تا ببینم چی میشه. ببین صورت میشه چی؟ آینه. تو سر نیست جون، تو سر چی نفت چی. سلام سید جان، حالتون چطوره؟ قربون شما برم. بله. چه حرفی میزنی؟ نه من خودم گفتم انجامش بدم. مختار نزن خیلی مخلصم پرویز. خوبی؟ خدا پدرت رحمت کنه. الان نصرت به من گفت خیلی ناراحت شده. خدا رفتگان تو بیامرزه. فدای تو هم بشه. زنده باشی. بیا تو یه کار کوچیک واسه. در خدمتم. چهارده شما. آقا دست شما در سلام علیکم. حال شما خوبه؟ آقا مختار دوست دارم یه قیمت خوب روش بذاری که سرتیر بخره. شما دستور بده پرویز خان، یه مشتری خوب براش دارم، کافیه بهش زنگ بزنم. عباس یه دقیقه صبر کن میام. امری هست. اگه کاری چیزی داری مزاحمتون نمیشم. حرفا چیه؟ وظیفه من خدمت به شما جانم. یا آبلیمو پاسته. آبلیمو چشم، به روی چشم. چی شده ابراهیم؟ پرویز خان میخواد نمایی رو بفرست. محمد آقا بونگایی رو برده. تو مطمئنی؟ آره دیگه بیا بگی که خریداری. 3500 میشه رجب. آلو زعفرون هم میخواستم. آلو زعفرون من ندارم. بیا اونجا براتم مسئول بگیرم. آلو زعفروناش حرف نداره. خوشم میاد. منصور بپره خود آلو زعفرون بده آقا رجب. چطوری محمود؟ سلام علیکم. چطوری مختار؟ پرویز خان من که گفته بودم خودم سهمتو میخرم. مختار اینجا چی میخواد؟ اجازه بده پرویز خان. عباس باز تو مودماغ شدی. کی گفته پرویز خان میخواد سدانگیشی بفروشه؟ ابراهیم گفته. ابراهیم بله. اگه یه دفعه دیگه دندقی بکنی اسباب اساسیت رو میریزم تو خیابون. ببین عباس اگه قرار به فروش باشه من خودم خریدارم. من و پرویز رفیق 45 ساله ایم، میشینیم با هم کنار میام. تو رو سنه نه؟ چرا قاطی میکنی نصرت؟ ناسلامتی همسایتیم، خواستیم تو عالم همسایگی کارتون را بیفته. درست صحبت کن.
یکی لازم نکرده، همینجوری یه لنگت اینجاست یه لنگت مغازه است. اون موقع که بخری دیگه واویلا، اون هالتر و دنبل رو برمی‌داری میاره اینجا، رفقاتم دعوت میکنه وقت اینجا میشه باشگاهی بدنسازی. خلاصه پرویز خان من 1 میلیون بالای قیمت اینا خریدارم. حرف دهنتو بفهم. تو هم با من حرف میزنی دهنتو ببند. خوبه دیگه. مشتری هم پیدا شد. دیگه لازم نیست من به اینا اون زنگ بزنم. که چرا زنگ بزنم؟ لازم نیست زنگ بزنی. پرویز جون راجع به سدونگ من و تو با هم میشیم شب صحبت میکنیم. من حرفی ندارم نصرت جون. فقط تو پول نقد داری؟ پول من نقد پرویز خان، نقد. حرف دهنتو بفهم. پرویز جون مال منم نقده، پولش هم حلاله، جور میکنم با هم میشینیم صحبت میکنیم. یا بارا دیگه مختار دیگه واسه من زنگ نزنی مشتری پیدا کنی ها. نه نصرت خان بیکارم مگه زنگ بزنم. آقا میخوام باهاشون صحبت کن کاسه درست کنه. برو بابا ما را کاسبی انداختی، اینا که اصلا فروشنده نیستن. برو ببینیم بابا. شیط نمیگی دو جفتی برم روشا.